یکی از بازیافت‌های جالبی که در اکسپوزیسیون آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شده است کاسه کاتیبادور میباشد. کاسه خیلی زیبا و نفیس از صفا ساخته شده، روی آن با سیر سفیداب زینت یافته است. ساختن ظرف‌های سفالی سیردار در عصرهای میانه خیلی معمول می‌گردد که کاسه مذکور از نمونه‌های بهترین آنها میباشد. برای باز هم زیبا گردیدن نمای ظرف در روی آن کاتیبه نوشتند. کاتیبه در داخل کاسه گرداگرد قسم بالای آن در یک سطر کلان حجم سیاه رنگ با خط عربی نوشته شده است که چنین خوانده می شود: الحد من علامت الفقد، یعنی خشم، عصبانیت نشانی باختن است. چنین نوشتجات‌ها در اشیاء سفالی و فلزی بسیارتر خصوصیت‌های تربیوی داشتند که مردم را به کار و رفتار نیک راهنمایی می‌کردند. کاسه مذکور در نتیجه حفریات باستانشناسی سال 2005 از یادگاری فولبوک یافت گردیده منسوب عصرهای 10-11 میباشد. برای دیدن و از نزدیک شناس شدن با این بازیافت نادر، مرحمت به آثارخانه ملی.